درود و خسته نباشید به همه عاشقان سیر و سفر. امیدوارم حالتون عالی باشه. به یه ویدیو دیگه از دیدنی‌های زیبای کشورمون خوش اومدین. امروز هم می‌خوایم بریم سمت مرکز نقشه و یه سری به شهر آتش و آفتاب بزنیم. پس چمدوناتون رو ببندید تا راه بیافتیم. یزد به شهر بادگیرها، دارالعباده، شهر شیرینی و شهر قنات معروفه. این شهر به نخستین شهر خشتخام جهان مشهوره و به دلیل معماری تاریخی ارزشمند و بافت سنتی دست نخورده‌اش به عنوان اولین و تنها ترین شهر تاریخی ایران و 22مین اثر تاریخی کشور در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده. مسلماً بارزترین خصوصیت شهر یزد رو میشه در محله‌های قدیمی و سنتی با کوچه پس کوچه‌های خشت و گلی در هم تنیده، بازارها، مسجدها، حمام و خونه‌هاش دونست. شهر یزد یکی از قطب‌های پزشکی و فرهنگی ایران به شمار میاد و نخستین صندوق امانات جهان 1700 سال پیش در حوزه تمدن این شهر بنا شده. اوج آبادانی یزد از سده 8 هجری به بعد بوده و اتابکان یزد از مهمترین عوامل پیشرفت این شهر در سده‌های گذشته بودند. اگر دوست دارید با این شهر زیبا بیشتر آشنا بشید، حتما تا آخر ویدیو همراه هم باشید تا شما رو با یکی از قدیمی‌ترین و طولانی‌ترین قنات‌های جهان آشنا کنم. پس بدون معطلی بریم سفرمون رو شروع کنیم. باغ دولت‌آباد یکی از جاهای دیدنی یزد و از میراث جهانی یونسکو در ایرانه که در خیابان شهید رجایی در محله چهارمنار داخل کوچه فردوسی قرار گرفته. این باغ در دوران قاجاریه متصل به دروازه چهارمنار بود، اما همچنان در خارج شهر قرار داشت. با گذر زمان بافت شهری اطرافش به طوری پر شد که در دوران پهلوی ساخت و ساز حومه شهری در پیرامون این باغ فراگیر شد و به تدریج باغ در مرکز شهر یزد واقع شد. باغ دولت‌آباد یزد از نمونه باغ‌های بزرگ ایرانه که در سال 1160 هجری قمری در دوره زندیه بنا شده. چیزی که این باغ رو بین دیگر باغ‌های ایرانی خاص کرده، بادگیر مرتفع اونه که با بیش از 8.33 متر ارتفاع بلندترین بادگیر جهان شناخته شده. از دیگر خصوصیات این بادگیر 8 ضلعی بودن اونه که باعث میشه باد در هر جهت بوزه و به راحتی و به سرعت به قسمت زیرین هدایت بشه. از سوی دیگه در زیر این بادگیر حوضی قرار داره که با وزیدن باد به سطح آبش هوای خنکی داخل بنا به جریان میافته. قنات تاریخی عظیم و مهم دولت‌آباد دارای قدمتی بیش از 200 ساله که از احداث 5 رشته قنات تشکیل شده. این قنات نقشی اساسی در موجودیت باغ دولت‌آباد داره و با طول تقریبی 60 کیلومتر یکی از مهمترین و طولانی‌ترین قنات‌های شهر یزده. قنات از ارتفاعات مهریز سرچشمه می‌گرفتن و پس از آشامیدنی شدن بخشی از اراضی مهریز و به کار انداختن چند آسیاب آبی به یزد می‌رسید و تمام باغ دولت‌آباد رو سیراب می‌کرد و بعد به طرف اراضی اطراف باغ جاری می‌شد و زمین‌های کشاورزی رو سیراب می‌کرد. پیدایش مجموعه عمارت باغ دولت‌آباد پس از احداث و احیای رشته‌های قناتیه که با همین نام شکل گرفته و پس از رونق باغ‌های پیرامون بناهای شامل عمارت سردر، عمارت بهشت آیین، تالار آینه، عمارت تهرانی، عمارت هشتی یا عمارت بادگیر، عمارت سردر شمالی، تالار تنبی، برج دیدبانی و آبانبار احداث شدند. همچنین استبلی بزرگ با شترخوان و غلامخانه در غرب باغ و در کنار رودخانه خشک قرار گرفته. فضای سبز باغ درختان میوه مثل انگور و سرو و کاج داشته و همچنین گلهای محمدی و سرخ هم توی باغ دیده میشن. میدان امیر چخماق یکی از معروفترین جاهای گردشگری یزد و از میدانهای تاریخی کشور به شمار میاد که در بافت قدیمی این شهر مثل نگینی درخشانه. اثری به جا مانده از دوره تیموری در قرن 9 هجری که توسط امیر جلال الدین چخماق از سرداران شاهرخ تیموری ساخته شد. این میدان که جاذبه‌های متعددی از بازار تا تکیه و مسجد و آبانبار رو در خودش جا داده، گزینه عالی برای گردشگری محسوب میشه، به خصوص در طول شب که چشمانداز بسیار زیبایی رو پیش روی شما قرار میده. جذاب ترین بخش این میدان بنای 3 طبقه تکیه اونه که پیش از هر جاذبه دیگه چشم گردشگرا رو به خودش خیره میکنه. تکیه 3 طبقه امیر چخماق روزگاری برای نشستن شاهان در قسمت شاهنشین و بانوان در سایر غرفه‌هاش استفاده میشد تا مراسم سوگواری و نقل برداری رو تماشا کنند. این سازه شاخص به خاطر نمای خارجی با شاهنشین‌های قوسی شکلش مشهوره. مناره‌های مرتفع این سازه که روی غرفه‌های میانی ساخته شدن جلال و عظمت خاصی به این
بنا دادن. ضمن اینکه در گذشته از این مناره ها برای سر دادن اذان و اعلام وقت نماز به مردم شهر استفاده میشد. در مقابل تکیه، حوض بزرگی با فواره و چند مجسمه خودنمایی میکنه که به نقش و اهمیت آب و فرهنگ سقایی اشاره داره. کاروانسرای شعبان در ضلع شمالی میدون و حمام کاروانسرای بافتی‌ها در غرب تکیه امیر چخماق از دیگر جاذبه‌های این مجموعه هستند. این میدون به عنوان یکی از میدون‌های اصلی شهر برای برگزاری برنامه‌ها و گردهمایی‌های مختلف استفاده میشه و یکی از پرطرفدارترین برنامه‌های مذهبی این میدون که گردشگرای زیادی رو به سمت خودش میکشونه، مراسم نخلگردانی در ماه محرمه که هر سال با شکوه تمام برگزار میشه. در واقع نخل به تابوت چوبی بزرگی گفته میشه که به صورت نمادین در این مراسم استفاده میشه و یکی از نمونه‌های دیدنی اون موسوم به نخل حیدری‌ها در همین میدون قرار داره. مسجد امیر چخماق که با نام مسجد دهوک و مسجد جامع نو هم شناخته میشه، به لطف تزئیناتی مثل کاشیکاری، معرق و طاق‌های مقرن است. از نظر زیبایی، وسعت و اهمیت بعد از مسجد جامع یزد قرار داره. این مسجد داره شبستان تابستونی و زمستونیه که بادگیرهای زیبای موجود در شبستان تابستونیش باعث خنک شدن هوا در روزهای گرم تابستون میشه. شبستان زمستونی با سنگ مرمر تزئین شده که توی روزهای سرد زمستون بر اثر انعکاس نور خورشید فضای اونو گرمتر میکنه. 3 آب انبار در مجموعه میدون امیر چخماق وجود داشته که یکی از اونها در ضلع جنوبی میدون قرار داشت، اما تو زمان احداث خیابون تخریب شد. آب انبار ستی فاطمه در ضلع شمالی میدون و جنب بازارچه حاجی قنبر قرار داره که به دستور ستی فاطمه همسر حاکم وقت یزد برای استفاده مردم ساخته شد. این بنا علاوه بر گنبد و سردری آجری و زیبا 5 بادگیر بلند 8 وجهی داره که جزو معدود آب انبارهای 5 بادگیری یزد به حساب میاد. آب انبار تکیه امیر چخماق که زیر تکیه قرار داره تا 40 سال قبل مورد استفاده بود و در حال حاضر به بخشی از موزه آب یزد تبدیل شده. این آب انبار و همینطور بازارچه حاجی قنبر به دستور نظام الدین حاجی قنبر جهانشاهی در زمان امیر چخماق احداث شدند. آب انبار تکیه دارای ویژگی‌های منحصر به فرده، به طوری که تمام بدنه اون در زمین قرار داره و حتی گنبد تهویه هواش هم در دل زمین تعبیه شده و فقط تیزه گنبد روی سطح زمینه. بادگیرهای آب انبار هم تفاوت چشمگیری با بادگیر سایر آب انبارها دارن و در بدن دیوار بازارچه حاجی قنبر قرار گرفتن. بازار حاجی قنبر بخشی از مجموعه امیر چخماقه که به فروش اقلامی مثل پارچه، شیرینی، طلا و فرش اختصاص داره. این بازار سرپوشیده از قدیمی ترین بخش‌های شهر یزد محسوب میشه که علاوه بر معماری بی‌نظیرش مزین به تزیینات کاشیکاری زیباست. اگر از این سری ویدیوها خوشتون میاد، برای رشد و بیشتر دیده شدن ما کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید تا دیدنی‌های شهرهای بعدی رو از دست ندید. مسجد جامع یزد ترکیبی از 3 مسجده که در دوره‌های تاریخی گوناگون شکل گرفته و بنای اولیه اون روی آتشکده ساسانی احداث شده. این پیشینه غنی تاریخی و فرهنگی در کنار معماری دیدنی و تزئینات باشکوه این مسجد رو به یکی از زیباترین مساجد تاریخی در ایران تبدیل کرده. این مسجد با قدمتی 900 ساله از باشکوه‌ترین و زیباترین بناهای تاریخی و جاهای دیدنیه که با مناره‌های مرتفع در مرکز شهر قرار گرفته. مسجد جامع یزد در ضلع غربی خیابان امام خمینی و در یکی از محله‌های قدیمی قرار داره. ساخت و تکمیل مسجد جامع در طول 1 قرن و در دوران‌های مختلف تاریخی انجام شده که از مهمترین اونها میشه به سلطنت ایلخانی، صفویان، حکومت تیموریان، فرمانروایی آل مظفر و قاجاریان اشاره کرد. روشنایی مسجد جامع به صورت غیر مستقیم به وسیله انعکاس نور از گچ سفید گنبد و دیوار هاست. بنای امروزی مسجد در محل 3 مسجدی قرار داره که در سالیان گذشته در کنار یکدیگر بنا شده بودند. اولین مسجد با نام مسجد جامع عتیق در اواخر قرن 3 هجری قمری طراحی و ساخته شد. این بخش از بنا در قرن 5 هجری قمری تعمیر و مرمت شد و در کنار اون مناره‌ای رو بنا کردند که در قرن‌ها پس از احداث همچنان حضور داشت. تو قرن 5 هجری قمری علاءالدوله از امرای وقت یزد به ساخت دومین مسجد به نام مسجد جامع قدیم پرداخت و با ساخت 1 گنبدخانه و چند ایوان بناهای بیشتری رو به مسجد اولیه اضافه کرد و بعد از اون 1 شبستان و مقبره در کنار دومین مسجد ساخته شد.
سومین مسجد با نام مسجد جامع نو در اوایل قرن 8 هجری قمری با صحنی کوچیک، گنبدخانه و ایوانی بزرگ بنا شد و در زمان امیر تیمور گنبد و ایوان مسجد کاشیکاری شد. موزه مسجد جامع یزد کار خودش را از سال 1393 با هدف نمایش آثار تاریخی مرتبط با آیین و فرهنگ روزگار قدیم به خصوص دوره اسلامی آغاز کرد. از دیگر اهداف موزه معرفی تاریخچه مسجد و بررسی روند مرمت‌ها و بازسازی‌های اون بوده و آثار مجموعه شامل 350 قطعه میشه که متعلق به دوره ایلخانی تا دوره معاصر هستند. خانه لاری‌ها در خیابان امام خمینی، محله فهادان و در مجاورت بنای تاریخی کلافرنگی قرار داره. این خونه به شما فرصت گشت و گذار در کوچه‌های قدیمی شهر یزد میده. با قدم گذاشتن به درون این مجموعه ویژگی‌های معماری یزدی از جمله همبستگی فضاهای مختلف، احترام به حریم خصوصی، چیدمان اصولی فضاها در کنار همدیگه به چشم میخورند. در این بین عنصر مهم معماری یزد یعنی بادگیر هم توی این خونه وجود داره که در کنار تزئینات آینه‌کاری و گچبری عمارتی لوکس رو به وجود آورده. شیشه‌های رنگی و پنجره‌های عروسی هم ظاهری دلفریب به این خونه داده و دلنشینی فضا رو دوچندان کرده. امروزه در سراسر خونه اسناد تاریخی به نمایش در اومدن و این مکان رو تبدیل به موزه اسناد کردن تا سفر تاریخی شما رو تکمیل کنن. 270 سال پیش جمعی از تجار شهر لار از استان فارس به یزد اومدن تا در این شهر تجارت خودشون رو سر و سامون بدن و سکونت کنن. حاج غلام حسین ملا زینال از نوادگان اون نسل تو سال 1243 شمسی خونه ای ساخت تا فرزندانش نسل به نسل در اون زندگی کنن. بعد از اون هم حاج محمد ابراهیم لاری مالکیت خونه رو در دست گرفت و این خونه به خونه لاری ها مشهور شد. از سال 1385 هجری شمسی بخش‌های از خونه برای تبدیل به موزه اسناد ملی و تأسیس یک شعبه اداری درش تحت اختیار سازمان اسناد و کتابخانه ملی قرار گرفت. هر یک از 22 اتاق این مجموعه با نام خاصی مشخص شده و کاربرد مخصوص به خودشون رو داشتن. اتاق 3 دری برای بچه‌ها، اتاق 5 دری برای خانواده و اتاق عروسی با درب کشویی همگی در این عمارت به چشم می‌خورند. در بین اتاق‌ها اتاق آینه شهرت خاصی داره و دارای تصاویری زیبا بر سقف و دیواره که جلوه‌ای تازه از خانه‌های قدیمی ایران رو پیش روی بازدید کننده ها میذاره. خانه رسولیان یزد یکی از جاذبه‌های تاریخی این شهر کویریه که قدمتش به دوره قاجار برمیگرده و به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده. این اثر تاریخی به همت حاج میرزا کاظم رسولیان در شهر یزد ساخته شد و در کوچه شهید صدوقی قرار داره. خانه رسولیان شامل 2 بخش اندرونی و بیرونی هست. قسمت بیرونی خونه شامل حوض خانه، تالار، زیرزمین، بادگیر و اتاق عروسی میشه. بخش اندرونی هم که در واقع فضای خصوصی خونه به حساب میاد از اتاقهای 3 دری، 5 دری، بادگیر، تالار، کلافرنگی، عروسی و حیاط مشجر تشکیل شده. یکی از مواردی که توجه شما رو به خودش جلب میکنه آرامگاه مربوط به مرحوم استاد محمد کریم پیرنیاست. ایشون به عنوان پدر معماری سنتی ایران شناخته میشن و به درخواست خودشون در خانه رسولیان یزد به خاک سپرده شدن. این خونه در ابتدا کاربری مسکونی داشت ولی در سال 1368 هجری شمسی به صورت وقف در اختیار دانشگاه یزد قرار گرفت و پس از اینکه بازسازی‌هایی درش انجام شد تبدیل به بخشی از دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه یزد شد و همکنون هم یک محیط علمی آموزشی به شمار میاد. اگر ویدیو رو دوست داشتید ممنون میشم که اون رو لایک کنید و با دوستاتون به اشتراک بذارید. قنات زارچ یا قنات باغ زارچ با طول 71 کیلومتر، تعداد 2115 حلقه چاه و با سابقه بیش از 1000 سال یکی از قدیمی ترین و طولانی ترین قنات های جهان محسوب میشه. قدمت قنات زارچ به پیش از اسلام و دوره ساسانی نسبت شده و قنات مذکور نه تنها در میان آثار ملی قرار داره بلکه در سال 2016 میلادی به ثبت جهانی یونسکو رسید. این قنات دارای 3 شاخه یا تونل زیرزمینی مجزا با نام‌های شور، شیرین و ابراهیم خویتکی هست. 2 شاخه ابراهیم خویتکی و شیرین شاخه‌های خشک شده این قنات قدیمی در زارچ هستند و فقط شاخه شور اون امروزه آبدهی داره. شاخه شور قنات زارچ از پایاب مسجد جامع یزد میگذره و این پایاب حدود 60 پله داره که دسترسی به آب قنات رو میسر میکنه. دلیل شور
شوری آب این شاخه اینه که مادرچاه در منطقه آب شور قرار داره و آب اون نسبت به دو شاخه دیگه به اصطلاح محلی لبشوره. در بخش‌های مختلف قنات نورگیرهایی وجود داره که نقش مهمی در این سازه داشتن. یکی از نکات قابل توجه این قنات مسیرهایی که با اختلاف 10 متر ارتفاع به یکدیگر میرسن، در حالی که تراز این قنات صفر و این شگفتی رو برای بازدید کننده ها به دنبال داره که این اختلاف تراز چجوری مدیریت شده. از بعد ورود به آسیاب وزیر تا انتها 400 متر پیاده روی در پیش دارید و 120 پله با شیب ملایم 12 سانتی متری رو تا محل قنات طی می‌کنید. بقعه 12 امام که در دوره سلجوقی ساخته شد، قدیمی ترین بنای شهر یزد و دومین گنبد تاریخدار ایران محسوب میشه. اهمیت بقعه 12 امام معماری و ساخت گنبد آجریشه که جزو شاهکارهای هنری سلجوقیان به شمار میاد. بقعه 12 امام در ضلع غربی خیابان امام و در نزدیکی حسینیه بزرگ محله فهادان قرار داره. از ویژگی‌های منحصر به فرد این بقعه با قدمت بیش از 1000 سال باید به قرارگیری گنبد اون بر پلانی مربعی شکل اشاره کرد. این بنای تاریخی که به دلیل سبک معماری و حضور کتیبه‌های ارزشمندش مورد توجه پژوهشگران معماری قرار داره، در سال 416 هجری شمسی بر زمین آتشکده متعلق به دوره ساسانیان ساخته شد. گذشت قرنها از زمان ساخت اون و بازسازی و مرمت بخش‌های آسیب دیده باعث تغییرات زیادی در ظاهر اولیه بقعه شده. بدنه بقعه به صورت 4 ضلعیه که به 8 ضلعی تبدیل میشه و گنبد روش قرار میگیره. این بنا با مصالح آجری ساخته شده و تزیینات داخلی شامل گچبری اسلیمی با طرحی ساده است که در قسمت جلویی محراب قرار داره و شباهت بسیاری به گچبری بناهای دوره ایلخانی داره. بقعه سید رکنالدین که در قدیم مدرسه رکنیه نامیده میشد، مربوط به سده 8 هجری قمری و توسط سید رکنالدین ساخته شده و در خیابان مسجد جامع کبیر شهر یزد قرار داره. ایشون در راستای آبادانی شهر مدرسه رکنیه رو بنا کردن و این بنا از بخش‌های مثل رصدخانه، کتابخانه و غیره برخوردار بود. طبق رسم پیکر فرد سازنده بنا رو در همونجا به خاک میسپردن و پس از مرگ سید رکنالدین این مدرسه به بقعه سید رکنالدین تغییر نام داد. امروزه از این مجموعه بزرگ فقط گنبد زیبا و فضای زیرین اون باقی مونده. بقعه 3 بخش میانسرا، ایوان و گنبدخانه داره و در ساخت گنبد از کاشی‌های سفید، فیروزه‌ای و لاجوردی استفاده کردند. معماران و طراحان سازنده این بنای تاریخی درون میانسرا رو بدون غرفه و هر گونه ساختارهای معماری بنا کردند. دو طرف دیوارهای خارجی ایوان بقعه با تنوع جالبی از کاشی‌های مسدس مزین شده که در سالهای اخیر توسط مرمتگران و معماران کشور مورد ترمیم قرار گرفتند. همچنین این بنا دارای سقفی با طاق‌های گهواره‌ای هست که نورگیر شبکه‌ای در مرکزش به چشم می‌خوره و نقش‌های با گچبری‌های زیبا داره. بقعه سید رکنالدین از جمله بناهای دوره آل مظفره که مثل تمامی بناهای اون دوره ابتدا به صورت سفتکاری و بعد از اون به وسیله تزیینات گچ و نقاشی از نمای زیبا و شگفت‌انگیز برخوردار شده. امیدوارم تا اینجا از آشنایی با شهر بادگیرها لذت برده باشید. اگر دوست دارید با دیدنی‌های بیشتری از این شهر آشنا بشید، اصلا قسمت بعدی رو از دست ندید. پس یادتون نره ما رو دنبال کنید و زنگوله رو بزنید تا اولین نفری باشید که ویدیوهای بعدی رو می‌بینید و حتما تو کامنت ها نظراتتون رو با همون به اشتراک بذارید. تا درودی دیگر، بدرود.